امسال عید سعید فیطر روز 30 مارس تجلیل می شود. فتوا را در این باره شورای علمای تاجیکستان امروز 27 مارس صادر کرد. در قرار شورا آمده است که با چنین خلاصه در نتیجه حساب علمی آمدند. وقت نماز عید در مسجدهای جامع ساعت 6:45 صبح تعیین شده است. در تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر سال چندم است که رمضان 29 روز دوام می‌کند. با گفته علمای تاجیک امسال ماه‌های رجب و شعبان پی هم 30 روز بودند. ماه رمضان باشد 29 روز را در بر گرفت. علما علاوه کردند که پیامبر همگی در عمرشان 10 سال روزه گرفتند که 6 سالش ماه‌های رمضان 29 روز و 4 سالش 30 روز بوده است. امام خطیبان را وظیفه دار کردند که مردم را به رسانیدن یاری به محتاجان و پیشگیری از اسرافکاری دعوت کنند، ولی پیش از همه خود نمونه عبرت باشند. حساب زکات برای امسال 36,000 سامانی تعیین شده است. صاحبان این مقدار دارایی باید 900 سامانی زکات سپارند. صدقه فیطر به سر هر یک کس 8 سامانی و فدیه برای آنهایی که امکان روزه گیری ندارند 480 سامانی مقرر گردیده است.